حضور یکایک شما برادران و خواهران گرامی را در نزد این هتل و در نزد آن بنایی که کنفرانس جهانی سازمان امنیت همکاری اروپا برگزار گشته ایستاده است خیر و مقدم میگوییم. چون همیشه این صبح یکی از صبح‌های ملت تاجیک بیداری خود را درک می‌دهد و الحمدلله که امروز هم برادران زیاد و خواهران زیاد گرد هم آمدند و میخواهند اعتراض خود را به حکومت دیکتاتوری رحمان ابراز نمایند و آنچه در تاجیکستان میگذرد هیچ انسان سالم عقل را نمیتواند خاموش گذارد و هیچ شخص عادی‌ترین قلب سلیم داشته باشد از حکومتی که زورش به مردان نمیرسد، یعنی با صحبت نمیتواند با مردان صحبت کند، با مردان زورش به پیرمرد و زورش به زن و زورش به کودک و زورش به موسفیدانی که عمرهایشان به 70 و 60 و 80 رفته است زورشان به آنها میرسد. نمیدونیم با کدام معیارها و با کدام قانونهایی که این حکومت گویا تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد دموکراسی و یگانه است. آیا ما که عضو این کشور یا شهروندان این کشور هستیم از حقوق بنیادی و از یگانگی و از یعنی دموکراسی چیزی در آن کشور میبینیم؟ اگر تاجیکستان حکومتی دموکراسی حقوق بنیاد و یگانه میبود، ما تاجیکان، ما زیاییان، ما قشر فهمیده جامعه در این کشور اروپایی چیکار میکنیم؟ آیا زندگی ما اینجا خوب است؟ آیا ما اینجا پناهنده شدیم برای اینکه زندگی خود را خوب نماییم؟ برای هیچ کسی ما زندگانی چنین زندگانی لازم نیست.